ассалому алайкум, шунавандаҳои арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён». китоби якум, гуфтори ҳафтум. قسمی از طایفه‌های سیرشمار آریایی از اثر سرماهای شدید و خنکی‌های طولانی که به تغییرات اقلیم و فرارسی یخبندی‌های قسم شمالی اروپا و آسیا علاقمند است، ترک نخست وطن و پهناهای زیست اوله نموده به سوی گرماهای جنوب کوچ بستند و این طایفه‌های کوچ بسته در علم با نام هندو آریایی ها معمول گشته هنگام هجرت خود در پهناهای نسبتاً گرم و برای زیستن مساعد اورو-آسیا، فراخنای دونای، بالا آب آکی و والگا، دشت‌های پهناور سیبیر غربی، اورال و آلتای و علال خصوص مرزهای حاصلخیز آسیای میانه ساکن می شوند. هندو آریایی های مسکون آسیای میانه در نوبت خود باز سه تقسیم شده. یک قسمش قد رود هند سوی هندوستان و قسم دویمش از پهناهای رود آمو به مرزهای ایران غربی راه می کشایند، ولی قسمی از همه افزون و صاحب قدرتی آنها در باختر و سوخت و خوارزم، بعدتر این حدود با نام خراسان و ماوراء النهر شهرت یافت، مانده در پهناهای حاصلخیز رود آمو و سیر بنیادی تمدن و وطنی همیشگی خود را می گذارند. در اساطیر و روایت های قدیمه طایفه های هندو آریایی از وطن اولین آنها ایریانم ویجه یاد می شود که مرغزارهای سبز، دشتهای پهناور و زمینهای سیراب و آبادان داشته آن را خدای نیکی اهورامزدا حمایتگر و پشتیبان بوده است، ولی از قضا اهریمنی بدخواه به سر آنها زمستانی سخت و سرماهای آفتبار را می آورد. خنکی و یخبندی ها تا 10 ماه طول می کشند، برف و باران باز نمی ایستد، آفتاب ناپدید و روزها تیره می گردند. کوچبندی و خط هجرت هند و آریایی ها را در پهنای آسیا فیلسوف و سیاستمدار بزرگ هند جواهرلال نهرو در اثرش نظری به تاریخ عمومی جهانی ظاهراً به آواره‌گردی های یهودیان در بیابانهای پهناور عربستان مانند کرده است، ولی این مانندی ظاهری در اصل یک فرقیت عجیبی هم دارد. هجرت و کشورکشایی های طایفه های هند و آریایی سیلابی عظیمی را می ماند که آثار و دستاوردهای تمدنی موجوده قوم و قبیله و خلقیت‌های باشنده سری راهش را فرا گرفته با عنعنه و ارزش‌های مدنیت خود مطابق و هماهنگ می ساخت. عادتاً سیلاب و تندبادهای تاریخ لحظه‌های عاجز می مانند که تمدن و ارزش‌های فرهنگی این یا آن خلقیت چون خرسنگ بزرگ و کوه خلل ناپذیر به فشار و ضربه های پیاپی تمدن اجنبیان
تاب آورند. هندو آریایی ها از ابتدای هجرت و کشورکشایی های خیش در سری راهشان قوم و قبیله های اتفاق و دولت های توانا را کم دچار آمده، چون طایفه دلیر و رزمنده و در عین حال یک مرام و یک زبان جمله مقاومت های جسمانی و معنوی را شکسته تمدن و آیین های خیش را گسترش می دادند. برابری پیشرفتن آنها در پهناهای اوراسیا کل ارزش های فرهنگی و تمدنی جوان و نوخیز آریایی ها قوت می گرفت و وسعت می پذیرفت. یهودیان باشند در طول آوارگردی ها و هجرت خود با تمدن محتشم و دولت ابرقدرت فرعون های مصر قدیم و بابلستان برخورده، بهر نگاهداری، حفظ اصالت اجدادی، ارزش های دینی و فرهنگی خیش تلاش ها ورزیده اند برای زنده داشتن زبان و آیین دیرینه به طور آشکار و نهان پیکارها نمودند. البته امروز از پس 1000 سالهای دور، بعضن شمارهشان از 20 هم می گذرد ایستاده، درباره سرنوشت و روزگار هند و آریایی ها بیدلیل و مدرک های تاریخی سخن راندن از روی آداب علمی و فضیلت طایفه شناسی نیست. از این لحاظ رو آوردن به مواد و بازیافت های علمی زبانشناسی، باستانشناسی، سرچشمه و منبع های تاریخی، آثار ادبی و اساطیری قدیمه، باقی مانده های صنعت معماری و آرایشات نفیسه، نمونه های آثار کاسبی و هنرمندی، اشیاهای روزگار و آلات کشاورزی، وسعت راه های تجارتی و پیشرفت اقتصاد، تکامل سلاح های جنگی و افزارهای نبرد، تحقیق استحکام های حربی و شهرستان های ولنگار و مقایسه و اندازه کنی 10 سند و دلیل ها برای کشادن صحیفه های تاریک و ناعیان طایفه های هند و آریایی مساعدت می نماید. کهنه‌ترین آثار خطی تا زمان ما رسیده که از سرنوشت طایفه های هند و آریایی به ما معلومات می دهند، کتاب های مقدس ویده ها و اویستا می باشند. ویده ها قدیمترین یادگاری های تمدن هند بوده، تقریبا در انتهای 1000 ساله دو و آغاز 1000 ساله یکم تا میلاد با زبان قدیمه هندی آفریده شدند. موافق معلومات محققان آثار خطی هندی، ویده ها از 4 قسمت مکمل عبارت بوده، از خصوص پیدایش انسان، هدایت خدایان، کیهان و جرمهای آسمانی، بزرگداشت زمین و طبیعت، مناجات و دعاها و دستورهای مقدس دینی، معلومات جالب ادبی، تاریخی و طبیعت شناسی می دهند. قسمت اولی ویده ها ریگ ویده عبارت از بخش گیمن ها بوده، سروده هایش بر علاوه آهنگ های دینی ماهیت دنیوی نیز دارند. مثلا ستایش شب و روز، ستایش آب رودهای پاک و حیات بخش، ستایش خورشید، ستایش آتش برای ما از عرف و عادت و روزگار هند و آریایی ها مواد پرارزش می دهد. به قول محققان ریگ ویده قدیمترین قسمت ویده ها بوده، تقریبا در عصر 12 تا میلاد تألیف شده است.
همین طریق 3 قسمت دیگری ویده ها، سمویده، ویده مناجات، یجر ویده، ویده دعاهای دینی، اطهر و ویده سحر و افسون، در دوره های نسبتاً دیرتر، یعنی تقریباً عصرهای 8-6 تا میلاد ایجاد شده، چون منبع آموزش و سرچشمه تاریخ و تمدن مشترک هند و آریایی ها خدمت می کنند. از روی اعتقاد دینی هندویان، خدای آسمان ورونا، آلیهه مادر زمین پریتخیوی، خداهای آفتاب میترا، ویشنو، سوریا، پوشان، خدای طوفان رودرا، خدای رعد و برق ایندرا، خدای آتش اگنو همیشه با نیروهای بدی و عفریت‌های بدخشم در جنگ بوده، آدمان را از بدی و آفت و بلاها ایمن می داشتند. پرستش و نیایش خدایان که در ویده ها آمده است، برای مقایسه اعتقاد دینی طایفه های گوناگون هندو آریایی ها، علل خصوص آریایی های باشنده آسیای میانه، ایران شرقی، مواد خیلی مهم و پرارزش تاریخی است. اوستا قدیمترین و مکملترین سرچشمه خطی نیاگانی ما آریایی های باشنده سرزمین باختر و سوخت و خوارزم بوده است که از لحاظ دوره پیدایش تقریباً به عصرهای 12 تا میلاد راست آمده. آن را همزمان و همسال کتاب مقدس ویده ها می شمارند. نخستین پدیده های اوستا در بین قوم و قبیله های آریایی ایران شرقی و طور شفاهی از دهان به دهان گذشته، در مراسم های دینی، ستایش خدایان، ارسال درود و پیام به آفتاب و زمین، آتش و آب، خاک و باد، همچنین ترنم سرود و حماسه ها در وصف آریحه های آب و حاصل و دیگر آیین های موسمی رعایت می شد. اوستا گهواره آوان طفلی نیاگانی ماست که با سرود و ترانه، حماسه و مناجات، درود و پیام، توبه و ندامت و ستایش و نیایشش چون الله مادر و پدیده های ناتکراری لحظه های کودکی بسا شیرین و خاطرمان و عبرت انگیز است. اوستا نخستین قاموس تمدن و اولین گنجینه فرهنگی آریایی های شرقی سرآمدان تاجیکان است که از سرگذشت و سرنوشت آبا و اجداد ما در دوره فرارسی رشد و نموی مدنیت و پدید آمدن نخستین نشانه های خلقیت تاجیک بشارت آورده است. اندیشه های عالم اوستاشناس تاجیک بابا نظری بابا خان در بابت عمومیت و هماهنگی ویده ها و اوستا تا جای جسورانه افاده شده که تفاوت میان آنها را از فرقیت دو شیوه یک زبان، فرقیت انگلیسی انگلیا و امریکا، بیشتر نمی شمارد و بارها تأکید می کند که سرمنشه آنها اگرچند یک باشد هم در زینه‌های من بعده پیشرفت تمدن، تفسیر نوین و بالاتر قسمت‌های جداگانه اوستا علل خصوص گاتها با شرافت آریایی‌های مسکون ایران شرقی قلمروی باختر سوخت خوارزم صورت گرفته است. البته اوستا در جای خالی به وجود نآمده است. نخست این که قسمت روایتی و میفالاگی آن دوام دهنده و میراث دوره هند و اروپایی است. هند و اروپایی ها ادبیات و صنعت داشتند
و از مردم بسیار مترقی در عصرهای 60-50 چیلوم تا میلاد بودند. یعنی اولا اویستا محصول ملتی بود که او پاره است کنده از یک ملتی سازنده هند و اروپایی و بعداً محصول ملتی هست که خود سازنده بود در مرحله نوین تاریخی، جداشوی و داراشوی به هویت ملی، یعنی هند و ایرانی. ملتی بود صاحب کتاب و در دوره نوین هم همان عنعنه کتاب نویسی، عنعنه اندیشمندی یا فرهنگی را نه تنها از دست نداد، توانست که با سخنی نو، با اندیشه های نو و شرایط نو 100% ترقی بدهد. این دوره تصادف تاریخی نبود و این درجه ترقیات این دوره ها بنابر تحقیقات نوین از جمله ایتالیوی ها که دولت های قدیم ترین تورانی را تدقیق کردند بسیار خوب اثبات می شود و به گمان من تخمین دانشمندان درباره آنکه زردوشتی وخشور باید در عصرهای نخستین هزاره دوم تا میلاد مسیح پیدا شده باشد باید 100% درست باشد. هرگاهی که پاره‌های جداگانه کتاب مقدس اویستا را در ترجمه و تفسیرهای من بعدش ورقگردان نماییم، می‌بینیم که شکوه و شهامت ایلیاد و ادیسه گومر که عقل بشریت را 1000 سالها باز تسخیر کرده است، در نزد این شاه اثری عالم شمولی نیاگان ما می‌کاهد. اویستا که 100 سالها قبل از شاهکاری گومر ایجاد شده است، از روی تدقیق عالم انگلیس وست تقریباً از 345,000 کلمه زند اویستا، تفسیر و ترجمه اویستا به زبان پهلوی باشد، از 2 میلیون کلمه عبارت است. برای قیاس می توان گفت که از روی اخبار بالایی تنها یک خود اویستا حجماً از شاهنامه فردوسی چندین برابر بزرگ است. از کتاب بزرگ زردشتیان و رایج بودن متنهای قدیمه دینی در میان پیروان آیین زردشتی، مورخان یونان و ریم قدیم نیز بارها معلومات دادند. مثلا مورخ ریمی پلینی و معلومات تاریخ نگار گرمیپ عصر 3 تا میلاد تکیه نموده می آورد که کتاب مغان زردشتی 2 میلیون بیت را فرا می گیرد. بنا به اخبار گرمیپ، با سپارش اسکندر مقدونی در عصر 4 تا میلاد، فیاپامپ نام دانشمند و آموزش، تدقیق و ترجمه اویستا مشغول بوده است. در سرچشمه های قدیمه پهلوی تا زمان ما رسیده، از جمله شهرستان های ایران، آید به تاریخ نوشته شدن اویستا معلومات پرقیمت بیان شده است. موافق اخبار این سرچشمه، پیامبر زردوشت بعد آزمایش و امتحانها در دربار شاه ویشتاسپ گوشتاسپ مقام و مرتبه بلند یافته، با امر شاه نخستین شده کتاب مقدس اویستا را به خط دبیری در تختچه های طلایی نوشته در خزینه آتشکده جای داد. قدیمترین نسخه های اویستا ظاهراً در دربار پادشاه بلخ ویشتاسپ، در کعبه زردوشت، آتشکده نوبهار و دیگر آتشکده و عبادتخانه های با شکوه قلمروی بلخ نگهداری می شده است. از اخبار شهرستان های ایران برمی آید که اسکندر مقدونی هنگام تاخت و تاس این کتاب را سوزانده به دریا انداخت.
درباره اویستا، خصوصا سرچشمه دیگری پهلوی دینکارت، کاری دین معلوماتی مفصل می دهد. دینکارت چون قاموسی افکار دینی و مذهبی، حماسه های اساطیری آریایی ها، حکمت و فلسفه عهد زردشت و پسایندگان آن شناخته شده، گسترش عقاید زردشتیه از جمله تألیف کتاب مقدس اویستا و دیگر رویدادهای مهم تاریخی را فرا می‌گیرد. دینکارت از 9 کتاب عبارت بوده. در کتاب سیوم آید به تاریخ اویستا و دوره تألیف آن معلومات می‌دهد. از نوشته های دینکارت برمی آید که با سپارش کوی ویشتاسپ متن اویستا کتابت شده. یک نسخهش در گنج شایگانی شیز، نسخه دیگرش در ویژی نوشته ها کتابخانه استخر و نسخه های باقی ماندهش در آتشکده و عبادتخانه های زردشتی بلخ و شهرهای مختلف بلاد باختر محفوظ بوده است. نسخه های موجوده اویستا که در پوستی دباغی شده برزگاو ها و لوحه های طلایی ثبت بوده است، از جانب اسکندر مقدونی سوزانیده شده. یک نسخه آن به یونانی ترجمه گردیده است. لوحه های طلایی و زرنوشته های گرانبهای اویستا به یونان زمین فرستاده شده. انواعی آتشکده ها و معبدهای زردشتی به غارت رفتند. موافق اخبار دینکارت، متن کامل کتاب مقدس اویستا از 1200 باب فرگرد و 21 کتاب نسک عبارت بوده است. بعد تصویر هنگامه های اسکندر و سوزاندن این کتاب مقدس، در دینکارت از باب گردآوری و تألیف دیگر باره اویستا سخن رفته است. در گردآوری و تألیف دویم باره اویستای پیشین، پادشاه اشکانیان ولخش ویلاگیس، دوره حکمرانیش عصر 1 میلادی، کمر بسته موبدی موبدان و کاهنان عالی تبار قلمروش را جمع می کند و برایشان امر می نماید که از روی پارچه های ایمن مانده و متنهای در یاد داشتهشان اصل اویستا را برقرار سازند و این کتاب مقدس زردشتیان را از نو کتابت نمایند. ناگفته نماند که مقام دینی زردشتی در قلمرو دولت اشکانیان پارت خیلی افزوده. پیروان این کش به بنیاد معبد و آتشکده ها می پردازند. نفوذ تمدن ایلینی کاهیده جای آن را عنصرهای معماری و عمارتسازی محلی می گیرد که به آن معبدهای با شکوه و دیگر یادگاری های شهرهای نیسا و مرو مثال شده می توانند. راه بزرگ ابریشم که از حدود دولت اشکانیان گذشته سوخت و باختر، چین و هند و فارس و روم را با هم می پیوست، نه تنها برای انکشاف اقتصاد و تجارت، بلکه تأثیر متقابله فرهنگ و تمدن، علل خصوص آیین زردشتی و کتاب مقدس آن اویستا مساعدت می نمود. در قلمرو دولت اشکانیان گسترش یافتن و افزودن نفوذ دین زردشتی دیرتر زمینه گردید که در زمان دولتداری ساسانیان فارس دین زردشتی همچون دینی دولتی پذیرفته شود. بنیادگذار دولت ساسانیان اردشیر بابکان، حکمرانیش سالهای 224-241 در تکمیل و تحریر اویستا خدمتی بزرگ کرده، دانندگان این کتاب مقدس را وادار ساخت که با سروری موبدی موبدان تنسر اویستای پسین را تحریر و برقرار نمایند. این عملی خیر در زمان پسری اردشیر بابکان شاپوری یک
حکمرانیش سالهای 241-272 با راهبری موبدان کارتیر ادامه یافته، قسمت‌هایی به علم نجوم، طب، حساب، فلسفه و دیگر علمها منسوب آن که تنسر امکانی تکمیل و برقرار کردنشان را نیافته بود به اوستا افزوده شد. در زمان حکمرانی شاپوری دو، حکمرانیش سالهای 309-379 با راهنمایی آذربد مهرسپندان، موبدان کیش زردشتی این دوره، متن نسبتاً کامل اوستا گرد آورده شد. باید افزود که به قول اکثر محققان اوستا شناس، تالیف کتاب خورد اوستا از جانب آذربد مهرسپندان انجام یافته است و نهایت در زمان خسروی دو 531-579 اوستا تحریر گردیده به زبان پهلوی ترجمه شد که آن را زند می نامیدند. سببی به زبان پهلوی ترجمه شدن اوستا آن بود که زبان کهن اوستایی کیها از استعمال برآمده، حتی موبدان و دانشمندان توانای کیش زردشتی در شرح و تفسیر بسیار عباره و اصطلاحات اوستایی عاجزی می کشیدند. به عقیده مورخان و اوستاشناسان از جمله اکادمیک باباجان غفوروف برای کتاب اوستا در زمینه خط پهلوی الفبای مخصوص اختراع گردید که آن متنهای اوستا را با تمام جزئیاتش افاده نموده، طرز تلفظ عنعنوی گویندگان را خیلی دقیق و صحیح ثبت می کرد. بعضی محققان و سرچشمه های تاریخی این الفبا را خطی دیندبیری نیز نامیدند. هرچند اوستا بعد تحریر آخرین در 21 نسک کتاب گردآوری گشته، در علم با نام ترجمه پسین پهلوی معمول شده باشد هم شبهه‌ای نیست که کتابت اولین آن در زمان زردشتی سپیتمان صورت گرفته است. فاصله میان نخستین نسخه های کتابی اوستا یا لااقل گاتها را از زمان ظهور پیامبر زردشت گرفته تا تحریرهای آخرین پهلوی آن تخمیناً قیاس نماییم قریب 1.5-2,000 سال را در بر می گیرد و اوستایی که تا به روزگاری ما رسیده است از 21 کتابی نسکی یاد شده، تنها 5 کتاب آن یسنا، ویسپرد، وندیداد، یشتها، خورد اوستا را فرا می گیرد. همچنین ناگفته نماند که متن این 5 کتاب رسیده نیز پرره نیستند، یعنی از نسخه کامل اوستا که عبارت از 21 کتاب و 1200 باب بود تا به امروز تنها 5 کتاب و تقریباً 350 باب آن رسیده است. با وجود این نامهربانی های تاریخ، شکوه و حشمت کتاب مقدسی نیاگان ما که یکی از اولین نمونه های آثار خطی و کتاب نویسی در تمدن بشری می باشد ذره نکاسته است. شنونده های گرامی، شما گفتاری هفتم رو از کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ از آریان تا سامانیان شنیدید. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایانی گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.